بعضی از کتاب هاشون دوستان عزیز مثلا این رو نگاه کنید در کافی. در جلد 5 صفحه 462 کتاب نکاح در کافی، در اینجا از تعدادی از اصحابشان، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از فضاله تا ابی عبدالله امام جعفر صادق: القي امرأة بفلاة التي ليس فيها احد فاقول لها الك زوج فتقول لا فاتزوجها قال نعم هي مصدقة على نفسها. از امام میگه که یک جایی مثلا یک کسی رو پیدا کردم توی جایی، حالا معلوم نیست چی کاره ای است، گفتم شوهر داری؟ گفت که نه ندارم. آیا میتونم باش ازدواج موقت بکنم؟ گفت بله میتونیم. روایت دیگه، این روایت رو هم نسبت میدم به امام جعفر صادق، میگه که اینی اکون فی بعض طرقات فارى امرأة حسنا، میگه تو راهی دارم میرم یک زن خوشگلی رو میبینم، ولا آمن ان تكون ذات بعل او من العوائر، میگه نمیدونم که این زن شوهر داره یا فاحشه است. خوب دقت بکنید دوستان عزیز، این زن ذات بعل او من العوائر، شوهر داره یا فاحشه است. امام در جواب گفت لیس هذا علیک، فضولی نکن، به تو چه؟ انما علیک ان تصدقها فی نفسها، پولتو بده کارتو بکن. چرا میپرسی که شوهر داری یا نداری؟ چرا میپرسی که فاحشه هستی یا نیستی؟ شما رو به خدا با این روایاتی که اینا دارن، الان کسی میتونه مثلا به مادرش، به خواهرش، به همسرش، به کسی اعتماد بکنه؟ در مستدرک الوسائل عین همین روایت هست. مثلا در اینجا ببینید، میگه که یک زن خوشگلی رو در راه میبینم، بعد از اون نمیدونم که شوهر داره یا فاحشه است، میگه لیس هذا علیک، تو مربوطی نیست، تو برو کارتو بکن، انما علیک ان تصدق، پولتو بده کارتو بکن. فاحشه خانه تو راه. یعنی دهن آدم باز نکنید، این چیزاتون رو براتون نشون بدیم. این صفحه 32 کتاب وسایل شیعه حر آملی، کتاب نکاح، میگه که بابی زده متعه کردن با دختر باکره‌ای بدون اجازه پدرش. میگه که از امام ابا عبدالله امام جعفر صادق: لا بأس ان يتمتع البکر ما لم يفض الیها کراهیة العیب علی اهله، میگه که بله میتونی که با دختر باکرم متعه بکنی، منتها بکارتش رو دست نزن. حالا هر کاری میخونی از جلو عقب باش بکن، منتها بکارتش رو دست نزن. حالا اینم مشکل حل شده، میره بکارتش رو از دست میده، بعد میره پیش دکتر بخیه میزنه، کار تموم شد رفت. باب زده که میتونید شما الان مثلا به خواهر جوانتون، شما شیعیان میتونید مثلا اعتماد بکنید، دهنمون رو باز بکنید، بعد این چیزا رو براتون میاریم. من نمیخواستم اینا رو بیارم، والله به خاطر محبتی که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که این روایت ها رو با اونها شما نسبت دادید، نمیخواستم اینا رو بیارم. روایت بعدی حدیث 26448 از ابو عبدالله روایت است که فی بکر یتزوج رجل متعف قال لا بأس ما لم یقتضها، دختر باکره رو یک مردی میتونه که باش نکاح متعه بکنه، بله مثلا بکاراتش رو دست نزنه، دیگه هر کاری میخواد باش بکنه. چی کار میخواد باش بکنه؟ یعنی پر است از این روایات در کتاب های اینها که من حتی این دوستان عزیز، این رو آیت الله گرامی نوشته که با پسری 26 ساله دانشجوی کارشناسی علاقه دختر یعنی علاقه‌مند دختر شده، میخواد تا موقعی که شرایط ازدواجشون دانشجو هستن فراهم شود صیغه محرمیت بخونن، چیکار بکنن؟ بعد جواب ما: به نظر ما صحیح می باشد، لیکن مراقب باشید ایذاء پدر و مادر نشود و نیز آبروی خودش صدمه نبیند. بله، تشکر میکنم دوستان عزیز. مثل این پر هست کتاب های اینا از این روایت های عجق و جق که مثلا حالا من یک روایتی در مورد صیغه از این همه روایت ها اینا دروغ بستن که اونها حلال میدونن، اما یک روایتی رو اینجا براتون از امام محمد باقر بیارم در کتاب بهار الانوارشون. یک روایتی در اینجا هست در جلد 103 صفحه 317 از عبدالله ابن عمر که
امام عصبانی میشه در اینجا، میگه که یسرک ان نساءک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن. میگه که کسی اومد پیش امام جعفر صادق گفت که آیا امام محمد باقر گفت که آیا دوست داری که همسرت و خواهرت و دخترت و دختران عمت برن صیغه بکنن؟ فاعرض عنه ابو جعفر و عن مقالتی حین ذکر نسائی و بنات عمی. امام ازش رو گردان. یعنی رو گرداندن یعنی چی؟ یعنی تشکر میکنم دوستان عزیز، یعنی تنفر. امام خودش متنفر بوده. روایت دیگری رو در اینجا خدمت شما عزیزان بالا مثل این روایت ها زیاد است. مثلا در الاستفسار در صفحه 204 در اینجا آورده که امام ابی عبدالله علیه السلام میگه لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها. میگه که با زن مؤمن صیغه نکن که ذلیلش میکنیم. بعد چی میگه؟ فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل. میگه این خبر که است مقطوع الاسناد، این چیزی که به ضررشون باشه میگن یا تقیه است یا مقطوع است یا مرسل است یا شاذ است. ولا يتعرض بما هذه سبيله على الأخبار المسندة التي قدمناه طرقا منها، ويتحمل مع التسلية أن يكون المراد إذا كانت امرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها. میگه با وجودی که این روایت مشکل داره و فلان داره نداره، اما اگر یک زنی از خاندانی باشه که شریف باشه نباید صیغه بکنه بما یلحق اهلها فی ذلک من العار و یصیبها هی من الذل. میگه که به خاطر اینکه عار و ننگ، سبب عار و ننگ برای خانوادهش میشه و سبب ذلت و خاری خود زن میشه. بابا جان اگر حلال است چرا انسانهای شریف نباید صیغه بکنن؟ و این همه دختر مردم که شما باشون صیغه میکنید اینها خارن، ذلیلن، بیشرفن. این دیدگاه آخوندها است به مقلدینشون، به شیعیان. یعنی با دخترایی که اونها نکاح میکنن متعب، اونها بیشرفن، بیحیان، ذلیلند، خارند. اما چون اینا اهل شرف و اهل عار و چیز هستند نباید با اینا کسی صیغه بکنن. این نظام طبقاتی متاسفانه مثل هندوها درست کردن برای خودشون.